طوری که شما میبینید من اینجا خیاطی میکنم و اینمی لباسای افغانی و تاجیکی را تهیه میکنم که کوشش کردیم با کمک همکاری دولت تاجیکستان، USAID و آقا خان کمک مرا کردن و هم نرخای را به دسترس همشهریای تاجیک و افغان خود قرار بدم که بتونن به یک پول کم به دست بیارن. مراجعت کردم به نظارت انداز و پیشانی باز بر ما کمک همکاری کردن و پتنت اجازه نامه کار دادن که ما هر ماه از این جای فعالیت خود اندازم می سپارم. البته ما در آینده پلان بسیار خوب دارم که چی از همشهریای افغان ما چی هم تاجیک ما جای کاری ایجاد کنم، چون در نظر دارم که ما تولیدی داشته باشم اینجا